پیغمبر صحبت میکردن. روز ابو جهل لعین میگه در دستش از زمین چند دانه سنگ میده گرفت، برداشت، گفت ای محمد اگر تو بگویی که در درون پنجه های من، در درون دست من چی هست، من به تو ایمان بیارم. اگر تو پیغمبری در حق باشی میدونی که من در درون دستم چی دارم. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم چی جواب گفتن؟ گفتن من بگم در درون پنجه های تو چی هست، یا این اون چیزهایی که در درون پنجه های تو هستن اونها بگن که من کی هستم. وقتی میگه ابو جهل چنین گفت، جناب پیغمبر چنین گفت، از درون پنجه های ابو جهل اون سنگ ها میگه کلمه شهادت گفتن که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. ابو جهل لعین در حال میگه در زمین پرتاب سنگ ها را، اون سحر جادوی محمد به حد رسیده بوده است که حتی این سنگ ها هم یعنی دست سخن دارند. این یکی از معجزات جناب پیغمبر بود. یا اینکه وقتی که جناب پیغمبر در مسجدش یک چوبی کجی که او ستون حنانه میگفتن، وقتی جناب پیغمبر صحبت میکرد در بالای اون چوب میشیشت و صحبت میکرد. وقتی که در مسجد جناب پیغمبر مردم زیاد شدن، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگه فرمود یک منبری براش تشکیل کردن، درست کردن. وقتی میگه از بالای چوب گذر کرد و با بالای منبر بالاتر شد، چون که مردم همه شنون و ببینن، اون چوبه که هر روزه در بالاش میشیشت و صحبت میکرد، میگه مثل صدای گریه کودک. برای چی رنگه که انسان با خرطوط گریه میکنه، میگم چوب حرس کرده با صدای بلند گریه کرد. میگه آواز گریه، تمامی مردمی که در مسجد بودن گریه همون چوبی خرما را شنیدن. حتی میگه جناب پیغمبر از بالای منبر پایان شد، آمد میگه چوب در آغوش گیری، گو ای چوب میخواهی که در همین دنیا بکنسی و نابود شی، یا اینکه میخواهی که ابدی در جنت یک ریشه، یک کنده از کنده های درخت جنت باشی. میگه تا این سخن نگفت چو خاموش نشید. یعنی که تمام کائنات و جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحبت میکردن. این یکی از معجزات جناب پیغمبر بود. خلاصه